هم و برای تمام مردم دنیا که بدونن این کشور ما و این مردم ما در تاریخ ثابت کردن که نه تنها کشور عراقی کشور کوچیکه و واقعا در این نبرد هیچی برای ما نیست. تمام دنیا بدونن که هر درختی رو که تو مملکت ما هست با خون یه شهید آبیاری شده و هیچ کسی تا ما زنده هستیم تک تک افراد این ملت نمیتونه پاشو توی این مملکت ما بذاره. پیام من این هستش که ما تا آخرین قطره خونمون برای حفظ آب و خاکمون می‌جنگیم و اجازه نمیدیم که هیچ خارجی در خاک ما بمونه. و مسئله‌ای که بایستی ملت ایران بدونن این هستش که بایستی بیشتر بیدار باشن و ارتش را طوری حفظ بکنن که هیچ متجاوزی اجازه به خودش نده که مرزهای ما تجاوز بکنه، همینطوری که تجاوز کرده در حال حاضر. البته این زیاد مهم نیست و ما ارتش متجاوز عراق را از خاک خودمون به زودی بیرون خواهیم کرد. به نام الله. خلق مسلمان و ملت مسلمان ایران باید بدانند که خلبانان ایرانی در کمال قدرت و روحیه بالا در مقابل ارتش مزدور عراق ایستاده و تا آخرین قطره خون خود با آنها می جنگند. تا کنون خلبانان ایرانی توانستند تقریبا کلیه هدفهای خود را در خاک عراق منهدم و از بین ببرند و انشاءالله در آینده تمام چیزهایی که خیلی لزوم داره در کشور عراق باید از بین بره از بین خواهند بود. خلق ایران باید بدانند که در سایه وحدت و یگانگی می توانند دشمن خویش را شکست بدهند. من به عنوان خلبان ایرانی فقط به خاطر ایرانی بودنم می جنگم و تا اونجا که در وجودم هستش همکاری می کنم در این جنگ و انشاءالله در این جنگ پیروز خواهیم شد. و یادآوری می کنم که مذهب من زرتشتی هستش و هیچ چیزی نیست که اقلیت هم در این جنگ به طور کلی کمک کنند. مسئله دیگه‌ای که من می‌خواستم یادآوری کنم با عرض سلام به هموطنان عزیزم، همونجور که خودتون مستحضر هستین ما در حقیقت با امپریالیسم آمریکا و ایادیش داریم می‌جنگیم، نه ملت عراق. همونطوری که این ملت نشون داد با دست خالی کوزه امپریالیسم به خاک مالید، بار دیگه ما خلبانان نیروی هوایی در کنار برادران نیروی زمینی دریایی و سایر نهادهای انقلابی مجدداً به امپریالیسم ثابت خواهیم کرد که با دست خالی برش پیروز خواهیم شد. من دیگه عرضم. من میخوام بگم که فقط به خاطر اسلام می جنگیم و واقعا توده عراق تا به حال به خاک مالیدیم. اگر یه چند قدمی هم در خاک ما، در کبیرهای خاک ما یا جایی که واقعا محل مسئولی نبوده وارد شده، این هیچ مسئله نیست و حتما با نبردی که الان داریم میکنیم داریم پوده‌شون رو به خاک مالیم و حتما پوده‌شون رو به خاک خواهیم مالید و آنها رو شکست خواهیم داد. و اگر احیانا واقعا از نظر وسایل، از نظر هواپیما، از نظر تجهیزاتی که ما داریم و مال کشورهای دیگر کمبودی داشته باشیم، حتما با ندای امام امت حتما تمام ملت که من میدونم با این همبستگی که ملت دارن بسیج میشن و پوده نه تنها عراق که هیچ چیزی نیست، کشوری نیست یا ارتشی نداره، هر متجاوزی که به خاک ایران بخواد تجاوز کنه با بسیج عمومی که امام میده پوده هر ابرقدرتی رو به خاک خواهیم مالید. من تنها چیزی که فقط دارم اینه که به عنوان یک نظامی و خلبان شکاری از تمام ملت ایران که در این بحران زمان واقعا با ارتش همکاری میکنن تشکر کنم، به خصوص از مردم غیور دسفول و اندیمشق که واقعا در این مدت با ما همکاری داشتن. والا نظر من اگه راجع به این جنگ میخوایم، فکر میکنم جنگ تحمیلیه که به ملت ایران شده و دولت عراق باید بدونه، مردمش هم باید بدونن، به خصوص اون کسایی که در خط اول جبهه دارن میجنگن که چون به خاک ما تجاوز کردن
نه من بلکه همه دوستانم که اینجا هستن تا اینا خاک ما رو ترک نکنن قطره قطره خونمون رو میریزیم و تا آخرین ساعت دفاع میکنیم و اینه به خواب ببینه دولت عراق که بتونه به این سرزمینی که 6000 سال قدمت تاریخی داره دست پیدا بکنه. و یه چیزی هم هست که من باید تذکر بدم. من خلبانی بودم که حدود 40 روز پیش استعفا دادم به تمایل شخصی و از نیروی هوایی جدا بودم، ولی از اون روزی که جنگ شد به خاطر عشق به میهنم، علاقه‌ای که به دوستام داشتم و اون وظیفه وجدانیم که باید از این آب و خاک دفاع میکردم، برگشتم اومدم اینجا و همکنونم از مأموریت جنگی برمیگردم میام. و یک جمله هم دارم برای خلبانان خوب عراقی، اونایی که واقعا خلبانن. اولا جنگ بین نیروهای نظامیه، نه بین خلقها. حمله به مواضع غیر نظامی تو هیچ قاموس و تو هیچ قانونی صحیح نیست. ما تا حالا این کار نکردیم، گوییم که میتونستیم. حتی خلبان داشتیم که بمبشو دیده که احیانا میخوره به هدف شخصی، رها نکرده. اگر یک بار دیگه شاهد این باشیم، از طرف خودم و بقیه خلبانا میگم، اگر یک بار دیگه شاهد این باشیم که یک خلبان عراقی به مواضع شخصی که ملت بیگناه ما هستن حمله ببره، به ولای علی بغداد رو زیر روم میکنیم. الان چند تا از برادران خلبان ما هستن که دارن آماده میشن برای انجام مأموریت. باشون یه مصاحبه کوتاهی انجام میدیم که مشاهده میفرمایید. برادر لطفاً خودتون رو معرفی بفرمایید. من سربان مجید تقوی هستم. اجازه بدین من به تمام شهدای راه وطن و راه ایران درود بفرستم. بعد از اون سپاس ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنیم. بفرمایید که شما الان که میخواید برای مأموریت آماده میشید چه احساسی دارید؟ والا هیچی، داریم میریم دو سه تا توپخانه و تانک و اینا هرچی گیرم اومد بلمان دسر بخوریم و برگردیم. با یکی دیگه از برادرانمون صحبت میکنم. برادر لطفاً خودتون معرفی بفرمایید. بله قربون، من سوسمان یکم خلبان جاوید دلنور هستم. جنگ ایران و عراق به نظر شما در آخر با پیروزی کدام طرف تمام خواهد شد؟ البته من اون شخصیتی که من یعنی علاوه جنگی بتونم زیاد پیش بینی کنم ندارم، ولی به طور مؤثر میتونم بگم که بچهای نیروی هوایی تا اونجا که من اطلاع دارم چون از هدفهای دیگه نیروی زمینی یا